در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی مراسم تنتنوی جنبش آزمون جمهوری تاجیکان آیین تاریخ ملت برگزار گردید که در آن نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزارات و کمیته‌ها، تشکیلات و سازمان‌های ایجادی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، اشتراکچیان آزمون، والدین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه اشتراک نمودند. نخست رئیس کمیسیون آزمون جمهوری تاجیکان آیین تاریخ ملت، معاون سروزیر مملکت مطلوبخان ستاریان سخنرانی نموده، اشتراکچیان آزمون مذکور را تبریک و تهنیت گفته ابراز داشت که تحت سرپرستی اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن این آزمون با افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفورов برگزار گردید. همین طریق جنبش نتیجه آزمون نشان داد که اشتراکداران آزمون مذکور جایهای نمایان را اشغال نمودند، از جمله منظوره شریفова کارمند مؤسسه دولتی تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی سزاوار جای دوم گردید. آزمون جمهوری تاجیکان در آینه تاریخ ملت آزمونی است که هر یک اشتراکچی را در راه آموزش تاریخ میهن خود یک حس را بیدار کرد. در وابسته به اهمیت این آزمون نقطه نظر خویش را ابراز کرده می بودم که همچون یک جوان این آزمون در روحیه من چه داد و هر نفره که نوابسته از اونه که کدام اختصاص هست باید تاریخ ملت خود را داند، زیرا که وقتی که ما تاریخ میهن خود را میدانیم ما خود را میشناسیم. تاریخ این مسیر است که ما را بدی روز پیوند میکند و به فرد راه میکشاید. به همین خاطر در روند تمدن ها، در روند برخورد فرهنگ ها برگزاری این آزمون خیلی عین مدعا است. و همچنین اشتراکچی دیگر آزمون مذکور قاریه و میسره آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 ناحیه باباجان غفورov سزاوار جای دوم گردید. امروز خوشبخت از آن هستم که در دور چهارم دور جمهوری آزمون تاجیکان در آینه تاریخ ملت اشتراک کرده است. همچون آموزگار همیشه شاگردان را در روحی و تندرستی خودشناسی ملی تربیت می‌نمایم. آزمون خیلی شفاف گذشت. آزمون سری وقتی بود. همین آن پیشنهادهایی که از جانب انمین آزمون گردیده بود من به پورگی یعنی از سوالنامه‌ها به پورگی جواب‌های پوره داده صاحب این جای گردیدم. در آزمون جمهوری تاجیکان آیین تاریخ ملت 4 نفر سزاوار شاهجایزه گردید. از جمله خواننده صنف 10 گیمنازیای رقم 1 شهر باختر میر محسن میردادایف، دانشجوی کورس 4 دانشگاه ملی تاجیکستان شاعره دولتزاده، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی نورسته دوستاوا و سرباز از ناحیه دنغره حسن نظر سزاوار شاهجایزه شدند. همزمان دارنده شاهجایزه آزمون پرشکوه جمهوری تاجیکان آینه تاریخ ملت با تشبث سیاست فرهنگ دوستدارانه و معرفت جویانه پیشوای ملت این زمان حافظه تاریخی مردممان بیدار گشته ایستاده‌اند و تمام نمایندگان قشر گوناگون جامعه در آزمون‌های گوناگون و مختلف شرکت ورزیده ایستاده‌اند. در چاره‌بینی به غالبان آزمون جمهوری تاجیکان آیین تاریخ ملت و برندگان شاهجایزه مبلغ 70,000 سومانی و غالبان جای اول 50,000 سومانی، جای دوم 35,000 سومانی و جای سوم 25,000 سومانی دیپلم و دیگر تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم گردید. در آخر به اشتراکداران و مهمانان برنامه رنگین کنسرتی پیشنهاد گردید.